کسی دیگه بمیره داشت. من خودم بازی اون میخوام برم ولی کسی دیگه نمیذاریم بکشن اینجا. همه اون هستی پشتم مثل دیوار. با سلام و درود به بینندگان تلویزیون کانال جدید. من شمیلا منفرد به همراه همکارم جمیل فرزان برنامه نه به اعدام این هفته رو تقدیم حضورتون میکنیم. اعدام یا قتل عمد حکومتی مهمترین ابزار جمهوری اسلامی برای هراس‌افکنی در جامعه و حفظ قدرته. پس از آغاز خیزش زن زندگی آزادی، جمهوری اسلامی به اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری داد و در سال 2023 دست کم 834 نفر را اعدام کرد. افرادی که به اتهام‌های مواد مخدر و مرتبط با اون بازداشت شدند، بیش از نیمی از اعدام‌های سال 2023 را تشکیل دادند. 471 اعدام متهمان مواد مخدر که هیچ هزینه‌ای برای حکومت اسلامی نداشته. در سال 2023 شهروندان بلوچ هم جزو 1/3 اعدام‌های مواد مخدر بودند. متهمان جرایم مواد مخدر بدون دادرسی عادلانه و بر اساس اعترافات اجباری و زیر شکنجه گرفته شده و توسط دادگاه‌های انقلاب به اعدام محکوم میشن و حتی اغلب دسترسی به وکیل انتخابی هم ندارند. اعدام متهمان مواد مخدر واکنشی در خور بین‌المللی نداشته و اعدام روزانه اونها با سکوت رسانه‌ای همراهه. همین امر باعث شده تا جمهوری اسلامی نسبت به 3 سال گذشته با کمترین هزینه اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر رو 18 برابر افزایش بده. از سوی دیگه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد که در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر با جمهوری اسلامی همکاری میکنه، نه تنها هیچ واکنشی به افزایش شدید اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر نشون نداده، بلکه در سال گذشته یک قرارداد همکاری جدید هم با جمهوری اسلامی امضا کرد. این همکاری علاوه بر مشروعیت دادن به اعدام‌های حکومت از طریق کمک‌های مالی و تجهیزاتی منجر به اعدام‌های بیشتری میشه. اگر هزینه این اعدام‌ها رو برای جمهوری اسلامی بالا نبریم، بیم آن می‌رود که در ماه‌های آینده صدها نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شوند. ما از تمام نهادها و فعالان حقوق بشری و کنشگران سیاسی می‌خواهیم که تا در یک کارزار جهانی ویژه برای توقف اعدام‌های مرتبط به جرایم مواد مخدر شرکت کنند. هدف این کارزار انعکاس صدای بی‌صداترین قربانیان ماشین اعدام و ارعاب حکومته. ما همچنین از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد می‌خواهیم که هر گونه همکاری با جمهوری اسلامی رو مشروط به توقف کامل اعدام‌های مواد مخدر کنه. کمیته هماهنگ کننده تجمع اعتراضی در اعتراض به حضور جمهوری اسلامی در اجلاس سالانه سازمان جهانی کار و در همبستگی با مبارزات کارگران در ایران فراخوان داده. کمپین آزادی کارگران زندانی نیز در این تظاهرات اعتراضی شرکت می‌کند تا صدای کارگران، صدای مردم ایران و صدای انقلاب زن زندگی آزادی باشند. کمپین برای آزادی کارگران زندانی، خواهان آزادی بدون قید و شرط کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی، حق تشکلیابی، اعتراض، اعتصاب، امنیت شغلی و پایان دادن به دستگیری‌های، شکنجه‌ها و اعدام و لغو مجازات اعدام هستند. کمپین برای آزادی کارگران زندانی از تمامی مدافعین حقوق طبقه کارگر و آزادیخواهان می‌خواهد که در این آکسیون شرکت کنند و از اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری جهانی انتظار وسیع‌ترین حمایت‌ها را دارند. ما در همین رابطه گفتگویی خواهیم داشت با هرمز رها، مسئول کمیته بین‌المللی علیه اعدام، و شهلا دانشور، مسئول کمپین آزادی کارگران زندانی که همکنون همراه ما هستند. سلام میکنم به شما عزیزان و خوش آمدید. متشکرم. من سلام میگم به شما و مهمان عزیزتون خانم شهلا دانشور.
از شما شروع می‌کنم هرمز رها که کارزار جهانی نبع اعدام در ایران از 11 تا 18 ماه می از همگان خواسته که با برگزاری برنامه‌های اعتراضی علیه رشد فزاینده اعدام‌ها دست به اعتراض بزنند. میشه یه مقداری بیشتر در این مورد برای ما توضیح بدید لطفاً؟ البته این دو تا موضوع بود. یکیش همین اعدام‌های گسترده‌ای که همچنان ادامه داره. جمهوری اسلامی به هر حال در مقابل انقلاب زن زندگی آزادی نمیخواد کوتاه بیاد، میخواد هرچی بیشتر و بیشتر جامعه رو معلول کنه. اعدام‌های گسترده‌ای رو از یک ماه پیش 40 روز پیش شروع کرده و همچنان داره ادامه میده. خب تو این فاصله اون برنامه‌ای که BBC پخش کرد در رابطه با قتل نیکا شاکرمی اونم بودش که در چند شهر و در چند کشور فوکوس درست به اعدام ها اعتراض بود، ولی فوکوس روی همین قتل فجیع نیکا شاکرمی بود که گزارش پخش شد و خیلی ها رو خشمگین کرد. کشورها و شهرهای مختلف مردم خشمگین این همه جنایت که جمهوری اسلامی انجام میده به خیابون اومدن. به طور مشخص توی استکهلم خب اعدام ها اعتراض بود روش به حکمی که برای توماج صالحی دادن و به قتلی که انجام شده در جریان انقلاب زن زندگی آزادی. از یک نمونه است قتل نیکا شاکرمی. هزاران نفر دستگیر شدن، صدها نفر زخمی شدن، دهها نفر کشته شدن و تعداد زیادی ناپدید شدن. جمهوری اسلامی برای همه این قتل‌هاشون سناریو میسازه همچنان که برای نیکا ساخت. همین الان توی شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان اینجا داره ترور انجام میشه، قتل انجام میشه. ضمنی که جمهوری اسلامی در زندان‌ها اعدام میکنه، در جای جای ایران ترور و آدمربایی انجام میده و این جنایتش برای اینه که بتونه این انقلاب رو متوقف کنه. شهلا دانشوری گرامی عزیز، از شما میپرسم که شما معمولا هر هفته گزارشاتی رو از اعتراض و مبارزات داخل کشور علیه اعدام در جلسات علنی کارزار ارائه میدید. این هفته گزارش شما شامل چه مواردی میشد؟ بله متشکرم. خب سلام میکنم به بینندگان گرامی هرمز رهای عزیز و همه کسانی که برنامه رو دنبال میکنن. ببینید من به عنوان سخنگوی کمپین برای آزادی کارگران زندانی فریدم نا خب این گزارشات رو در نشست‌های هفتگی کارزار جهانی نبع اعدام در ایران ارائه میدم، چون ما بخشی از این کارزار هستیم، به این کارزار پیوستیم، به این مستقیما به کار و عرصه فعالیت ما مربوط هستش. خب اون بخشی که من تلاش کردم توی این گزارشات هفتگی بازتاب بدم از اعتراضات علیه اعدام در ایران هستش. سه‌شنبه‌های اعتراضی مشخصاً که در زندان‌های مختلف در ایران صورت میگیره و این کارزاریه که اعلام کرده که باید تا وقتی که اعدام‌ها متوقف نشه و برای لغو مجازات اعدام این سه‌شنبه‌های اعتراض که به صورت اعتصاب هست، اعتصاب غذا در اون روز هست، این رو ادامه خواهند داد. در گزارشی که این هفته من ارائه دادم اینه که این اعتراض در زندان‌های اوین و قزلحصار، خرم‌آباد، خوی و نقده در 15مین هفته خودش جریان داشت. خب هر هفته این زندانی‌ها یه بیانیه میدن و در بیانیه‌شون تاکید مجدد میکنن برای اتحاد و همبستگی سراسری علیه اعدام‌ها. در بیانیه این هفته خودشون اعتراض کردن به اعدام انور خضری که از زندانیان سیاسی عقیدتی بود که 15 سال در زندان بود و به دار آویختن اون رو متاسفانه، و همینجور هشداری بود در مورد خطر اعدام غیرالوقوع محمود مهرابی و بعد تاکید کردن که از اول اردیبهشت تا الان حداقل 80 زندانی محکوم به اعدام در زندان‌های مختلف به قتل رسیدن و به این ترتیب گفتن تاکید کردن بر اتحاد جمعی برای توقف ماشین اعدام‌ها.
همینجور شورشی بود که در زندان دستگرد اصفهان برای پیشگیری از اعدام 4 زندانی صورت گرفت که متاسفانه این 4 زندانی در روز 23 اردیبهشت اعدام شدن. ولی خود این اعتراض در زندان‌ها یک اتفاق مهمی هستش و این باید الگو بشه تمام زندان‌های دیگه به عنوان یک عمل پیشگیرانه که این زندانیان اسامیشون بود مسعود استکی و جعفر حسین زاده، مجید رضایی و مصطفی آقا محمدی. همینجور مهشاد کلینی متخصص بیماری‌های کودکان ساکن شهر لردگان یک حرکت اعتراضی در یکی از خیابان‌های شهر کرد و بنری دستش گرفته بود علیه اعدام که دستگیر شدش و اعتراض اون به حکم اعدام خسرو بشارت و محمود مهرابی بود که این هم یک اقدام نمادین هستش. خب شعار بازنشستگان در کف خیابون نه تهدید نه زندان نه اعدام نیست جلودار ما ابعاد اجتماعی این اعتراض علیه اعدام ها رو نشون میده. منوچهر بختیاری پدر یکی از جنباختگان سال 98 پدر دادخواه پویا بختیاری که تو زندان چوبین در قزوین هستش بهش حکم زندان 18 سال حبس و 74 ضرب شلاق با یک سری مصادیق که در واقع مصداق واقعیش دادخواهی منوچهر بختیاری هست. یکی از موضوعاتی که بهش حکم شلاق دادن و این مورد اعتراض هستش. همینطور خبر دیگه موضوع دیگه دیدار تعدادی از خانواده‌های جانباختگان سنندج و دهگلان از در 14مین سالگرد اعدام جنایتکارانه رژیم که فرزاد کمانگر رو اعدام کردیم، معلم محبوب و همینطور فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان و شیرین علم‌هدی که اگه خاطرتون باشه در اون مقطع به یک اعتصاب عمومی گسترده در کردستان تبدیل شد و مردم خیلی اعتراض کردن و در 19 اردیبهشت در 14مین سالگرد اون در یک حرکت نمادین این خانواده دیدار کردن از دایه سلطنه که این هم اتفاق بسیار مهمیه و تو همین روز تعداد از خانواده ها در سنندج با مادران جانباختگان فرهاد وکیلی، علی حیدری دیدار کردن. مادر محمود مهرابی در رابطه با حکم اعدامی که برای فرزندش داده شده که این حکم با شکایت 77 نفر از مسئولان شهر مبارک اصفهان که خود حکومتی ها هستن داده شده به عنوان افساد فی‌الارض به صورت و جرم اون در واقع افشای دزدی‌های حکومت بوده تو اینستاگرامش. در این رابطه طلب حمایت اجتماعی کرده. در حال اینا گوشه‌هایی بود از اخباری که من تو به این جلسه ارائه دادم. خیلی هم عالی. هرمز رها دوباره به شما برمیگردیم که الان مدتی میشه که بیش از 80 نهاد ایرانی و بین‌المللی اقدام به یک کار مشترک برای متوقف کردن اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر در ایران کردند. چه کارهایی تا الان صورت گرفته؟ چون که رژیم داره در ابعاد بی‌سابقه‌ای به این اعدام‌ها ادامه میده. بله خب این اخباری که الان شهر دانشور گفتن خب این نشون میده جنایات جمهوری اسلامی رو و اعتراضاتی که در مقابلش هست و جنبش علیه اعدام رو نشون میده. از وقتی که حکم اعدام برای تومای صالحی روشن شد، اینو علنی کردن، خب جنبش وارد این جنبش علیه اعدام وارد فاز جدیدی شد. مردم زیادی اومدن در حمایت از توماج توی همین 2 هفته پیش و در خیابان‌های شهرهای اروپا و کشورهای غربی خب اعتراضات وسیع و گسترده شد. نشون داد که مردم همچنان مخالف اعدام هستند و این فاز جدید میره که جمهوری اسلامی رو هرچی بیشتر و بیشتر تحت فشار بذاره. توی داخل همچنین الان از اخباری که چهل دانشجو توی جلسه علنی کارزار مطرح کردن نشون میده در داخل زندان اعتراض هست، اعتصاب هست، شورش هست، بیانیه میدن و اینا همش نشون میده که مردم زیر بار، یعنی این تهدیدها و این اعدامها و این بگیر و ببندها تاثیر نداره.
مردم همچنان ایستادن و نشون میده که انقلاب زن زندگی آزادی زنده است. خب به طور مشخص در سیستان و بلوچستان ما دیدیم که تعداد زیادی رو به جرم مواد مخدر که خیلی هاشون امکان داره در این رابطه هم نبودن، اگر هم بودن خب جنایت جمهوری اسلامی، خود جمهوری اسلامی شرایط اقتصادی رو آنچنان به مردم تنگ کرده که مجبورن رو به این مسائل بیارن، رو به قاچاق مواد مخدر یا سوختبری، توی کردستان کولبری. خب اینا جمهوری اسلامی ما می‌بینیم که در این مناطق بیشترین اعدام‌ها رو، ترورها رو انجام میدن. چند روز پیش خب شعارهای مختلفی، کسایی که فعال سیاسی هستند شعر اجتماعی میگن، شعر حماسی میگن در رابطه با اون مناطق. یک شاعری به اسم بلال نصروی رو در منطقه‌ای که نزدیک پادگان بوده، به هر حال یک منطقه امنیتی بوده، اونجا در اون منطقه ترور کردن. همین کار رو داره انجام میده، همین کار رو در رابطه با سیستان و بلوچستان انجام میده. به هر حال این مسئله مواد مخدر خیلی مسئله مهمی هستش. کارزار به این مسئله ورود کرده. البته خب در کنار کارزار جمع دیگری هستند که اسم این حرکت و این فعالیت مشترک رو گذاشتن اقدام مشترک و بر اساس اون بیانیه سازمان حقوق بشر ایران که نشون داده که نصف بیشتر اعدام ها در سال 2023 از مواد مخدری ها بوده. خب اینا افرادی هستند بی صدا، کسی دنبال کارشون نیست، خانواده هاشون به نوعی حتی شرمسارن، باید کاری کرد. تا حالا اقدامی برای این قشر از مردم که اعدام میشن انجام نشده، باید صدای اونا بود و همچنان الان داره کارهایی انجام میشه که در نشست‌های سازمان ملل، در نشست‌های مجامع بین‌المللی مطرح کرد، اینو با آمار و ارقام نشون داد و سازمان ملل تحت فشار گذاشت که بودجه‌های کلان رو قطع کنه که به جمهوری اسلامی میدن در رابطه با اینکه جلوگیری کنه از ترانزیت مواد مخدر به طرف غرب. ولی جمهوری اسلامی این پول‌ها رو میگیره، از اون بعد صرف این میکنه که هرچی بیشتر قربانیان اون جامعه رو بگیره در زندان نگه داره و هر چند وقت که میخواد جامعه رو به ترسونه بیاد اونا رو اعدام کنه. به هر حال این اقدام مشترک اقدامی هستش که فوکوسش روی اعدام جرایم مواد مخدر هست. خانم دانشور، میدونیم که شما برای 7 ژوئن 2024 عازم سفر به ژنو هستید. لطفا خودتون در مورد این سفر و در مورد اینکه قرار اونجا چه اتفاقاتی بیفته برای بینندگان برنامه ما یه توضیحاتی بدید لطفا. بله، ببینید برای 3 ژوئن یعنی 14 خرداد اجلاس سالانه سازمان جهانی کار هستش و ما برای 7 ژوئن اونجا خواهیم بود در اعتراض به حضور هیئت جمهوری اسلامی تو این اجلاس. ما هر ساله این کارو میکنیم، هر ساله رفتیم اونجا و تو سالهای حتی به درون سالن راه پیدا کردیم و اونجا صدای اعتراض کارگران و مردم ایران شدیم و حرفمون اینه حکومتی که اعدام میکنه، شلاق میزنه، این حکومت آپارتاید جنسی، این حکومتی که همین الان دیدید آمارهای اعدام ها شده، این حکومت جاش توی سازمانی که اسم کارگر رو با خودش یدک میکشه نیست، شرم آور این مسئله. و نه تنها این بلکه باید تو سطح بین المللی بایکوت بشه و فریدم ناو کمپینی کارزاری با در همین راستا داره و امسال هم کمیته برگزاری اکسیون‌های اعتراضی در مقابل اجلاس ILO در ژنو فراخوانی داده که فریدم ناو هم در اون شرکت خواهد کرد و ما در اونجا سخنرانی خواهیم داشت با عکس‌ها، با گزارش ها سعی میکنیم صدای کارگران، صدای همه مردم و در واقع صدای انقلاب زن زندگی آزادی باشیم. نامه ای سرگشاده در همین رابطه نوشتیم. ما تو این نامه به همه این جنایت های حکومت اشاره کردیم، از اینکه در سال 2023 اعدامان رکورد داشته که نیمی از اونها همطور که حرمزوره ها گفتن اعدامیان متهم در رابطه با مواد مخدر بودن که این
بسیار تکان دهنده از این بی صدایان قربانیان این سیستم و الان هم قربانیان این شرایط هستند. همینطور به قتل مهسا امینی، جنایاتی که حکومت در طول انقلاب زن زندگی آزادی مرتکب شد و بعد از اون که 551 نفر به قتل رسیدن، چه جنایت‌هایی در زندان صورت گرفته. اشاره به گزارش کمیته حقیقت یا به سازمان ملل که این جنایات رو مصداق جنایات علیه بشریت خونده و ما حرفمون اینه بسیار خوب، این جنایات اگر جنایات مصداق جنایت علیه بشریت، بیرونش کنید جمهوری اسلامی رو، بایکوتش کنید. گزارش قدم عملی شما چیه؟ و این حرف ماست و به همین طریق در ادامه حضوری که در مقابل اجلاس آیالو خواهیم داشت، ما قرار گرفتیم از شورای حقوق بشر سازمان ملل و همینطور سازمان ملل و به عنوان یکی از نهادهایی که در این حال پیوسته به این اقدام مشترک علیه اعدام ها با مسئله اعدام کسانی که متهم به مواد مخدر هستند، که گفتمان ما اینه که حکومت الان اعدام ابزاری کرده برای سرکوب مردم، برای سرکوب انقلاب و یک جنایت آشکار. ما هم برای نجات جان اینها و هم مقابله با این سرکوبگری ها و برای حفظ دستاوردهای انقلاب مقابلش میستیم. و همینطور فریدم هم یکی از این نهاد هاست و اونجا ما این نامه بیانیه این 84 گروهی که این اقدام مشترک رو اعلام کردن و با خودمون خواهیم داشت، اون رو همراه با نامه سرگشاد خودمون ارائه میدیم به شورای حقوق بشر، به سازمان ملل و اعتراض میکنیم به مماشاتی که با جمهوری اسلامی دارن و عملا همدستی که سازمان ملل همدستی که با حکومت اسلامی داره در اعدام تحت عنوان جلوگیری از توزیع مواد مخدر، در حالی که حکومت اسلامی خودش بزرگترین کارتل بین المللی سوداگری مواد مخدر هستش. خب اینا نکاتی که ما اونجا داریم. به هر حال وقت شما هم تنگه و من بیشتر توضیح نمیدم. بعد یه تاکید، ما آزادی فوری و بدون قید شرط معلمان زندانی، کارگران زندانی، همه زندانیان سیاسی، توقف اعدام هاست و اونجا با پوسترهایی که داریم، با بحثایی که داریم، برای سعی میکنیم صدای این اعتراضات تو سطح جامعه باشیم و جهانیان رو متوجه این جنایات که در ایران میشه بکنیم. جمهوری اسلامی باید بایکوت بشه و امروز تو بهترین فرصتیم که این رو با قدرت بیشتر به جلو ببریم. براتون آرزوی موفقیت میکنم و سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه. متشکرم. بینندگان محترم برنامه نبع اعدام، ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. ما برنامه این هفته رو با من شمیلا منفرد و همراه همکارم جمیل فرزان تقدیمتون کردیم. شما هم میتونید کلیپ های مربوط به برنامه رو برای ما توسط راه های ارتباطی که روی صفحه های گیرنده هاتون مشاهده میکنید ارسال کنید. روز و هفته خوشی رو براتون آرزو میکنم. تا برنامه بعد، بدرود.